امروز در شهر دوشنبه در مهمانخانه سرینا مکالمه بین حکومت تاجیکستان و جامعه شهروندی در مورد رعایت حقوق انسان در تاجیکستان برگزار شد. تأمین آزادی بیان و مطبوعات یکی از موضوعهای مکالمه میان حکومت و جامعه شهروندی بود که بحث گرمی را میان نمایندگان حکومت، سازمانهای جمعیتی و خود خبرنگاران به بار آورد. خبرنگاران رسانه‌های مستقل از محدودیت بی‌سابقه آزادی بیان و اندیشه در کشور شکایت کرده گفتند موقع تاجیکستان در رده‌بندی بین‌المللی آزادی بیان به یک بارگی 30 بند پایین رفته است. خبرنگارانی که این یا آن مطلب تنقیدی تألیف می‌کنند برای بازپرسی به مقامات قدرتی دعوت می‌شوند. و هم ثبت‌های پنهانی از جمله ثبت روابط محرمانه ژورنالیستان، دلیل‌های مهمترین ویران کردن حقوق کسبی ژورنالیستان، دخالت در حیات شخصی، بحث‌های سودی و حبس ژورنالیستان می‌باشد. طبق معلومات نامرسومی در دوران سال آخر 9 حالت شکستن پشت الکترونیک صحیفه ژورنالیستان و فعالان جامعه شهروندی در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است که اکثر حالت پیش‌روی انتخابات‌ها صورت می‌گیرد. از بابک زنجانی تاجر معروف ایرانی جناب عطاالله یاد کرد که گفته است برای مقامات قدرتی تاجیکستان دستگاه مقتدر گوش کردن گفتگوهای تلفنی را تقدیم کرده است. نمایندگان مقامات دولتی تاجیکستان که نیز در این همایش شرکت داشتند ادعای محدود شدن آزادی بیان را در تاجیکستان به پایه خواندند و تاکید کردند در تکیه به هر گونه رده‌بندی‌های بین‌المللی نمی‌شود وضع واقعی آزادی بیان را در تاجیکستان بها داد. رده‌بندی یک بوره تغییر یافت. برای چی؟ یک بوره چند نشان داد پایان رفت و همه معلوم است که این حادثه‌های یک سال اخیر است و وقتی که سیاست رو و دیگر پدیده‌ها از جمله با حقوق مخالفت می‌کنند، با حقوق انسان مخالفت می‌کنند، مثلا نتیجه‌اش همین خیلی است و هیچ وقت حکومت جمهوری تاجیکستان از پی این گونه نشانه‌ها نمی‌رود تا لحظه‌ای که باوری کامل نباشه باشد که این رده‌بندی‌ها واقع‌بینانه هستند. با تاکید کریمزاده در اکثریت موارد محدود شدن دسترسی به تورنمه‌های خبری که به گفته او برخی این حالت را محدود شدن آزادی بیان می‌شمارند طبق قانون‌های کشور صورت می‌گیرد و آن را نشاید دلیل محدود شدن آزادی بیان پذیرفت. با گفته کریمزاده هم قانون‌های بین‌المللی و هم داخلی به دولت تاجیکستان حقوق دادند که به خاطر تأمین امنیت حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود سازد. در ادامه این مکالمه سید علی صدیق رئیس آژانسی اطلاعاتی دولتی خاور از جنگی به گفته او اطلاعاتی رسانه‌های خارجی علیه تاجیکستان هشدار داد و از مالکان نشریه‌های داخلی خواست که در این مبارزه در طرف کشور باشند. او ضمن سخنرانی در این همایش گفت رسانه‌های خارجی از تاجیکستان به تندی انتقاد دارند و همه ردکسی‌های اخبار عمومی کشور در این شرایط باید سیاست کار خود را بازبینی کنند. با نظرداشت روندهای کنونی باید سیاست ردکسیونی رسانه‌های تاجیکستان بازبینی شود. برخی از گروه‌های منفعت‌دار رسانه‌ها را برای مبارزه با دولت ملی تاجیکان استفاده کرده ایستاده‌اند. از این رو رسانه‌های تاجیکستان را ضرور است برای حمایت کشور از حمله‌های اطلاعاتی بیشتر اقدام کنند. صدیقوف در ادامه سخنرانی گفت که کشورهایی که در جنگ اطلاعاتی مغلوب میشوند نمیتوانند امنیت دولت را تامین سازند. رئیس سازمان دولتی اطلاعاتی خاور میگوید که این اظهارات او به معنای محدود کردن آزادی بیان در تاجیکستان نیست. او گفت تاجیکستان به آزادی بیان و اندیشه احترام قائل است و این نکته در قانون اساسی و همچنین قانون‌های دیگر کشور نیز درج یافته است.